سلام، شب و روزتون خوش. خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل پارسایکو ویژن. امروز کلا میخواستم یه ویدیو دیگه ای ضبط کنم با یه موضوع دیگه ای، اما دیشب یه سری اتفاقا افتاد که اصلا نمیشه ازش گذشت. باید بهش بپردازیم. بریم روی برد. آقا داستان چیه؟ اصلا چی شد که این داستانا پیش اومد؟ کریپتو ریخت، سهام ریخت، دارایی‌های ریسکی خالی شدن، نفت قیمتش اومد پایین. مگه آقا نفت دارایی نیست که با تنش‌ها بالا میره؟ اصلا چی شد داستان؟ آقا از رو میخونم دقیق باشه. چین میاد چیکار میکنه؟ میاد 5 تا عنصر نادر خاکی رو محدود میکنه، صادراتشو. میاد تجهیزات پالایش و فرآوری رو و تکنولوژی های مربوط بهش و صادراتش رو محدود میکنه با آمریکا. و این چی میشه؟ این آقا این درگیری، این به چه معنی؟ این به معنیه که درگیری تجاری بین چین و آمریکا زیاد شده. حالا چین میخواد اهرام فشار بذاره برای آمریکا بعد توافق و اینا رو، حالا نمیدونیم، ولی این کارو کرده، فشار بیشتر گذاشته رو آمریکا. حالا آمریکا در جوابش اومده چیکار کرده؟ آمریکا اومده، یعنی خود ترامپ 100% تعرفه گذاشته رو کالای چینی. یه توییتی هم گذاشته بود ترامپ که قرار بود مثلا 2 هفته دیگه توی کره جنوبی توی نشستی با رئیس جمهور چین ملاقات داشته باشه و صحبت کنن درباره توافق و اینا، که گفت با این شرایط من به کره نمیرم. حالا اگرم به کره بره یعنی با رئیس جمهور چین نشستی نخواهد داشت. آقا همین داستان باعث تغییرات یه دفعه‌ای شد توی بازار. مثلا کریپتو بیشترین ریزش تاریخش رو مثلا دیشب تجربه کرد. بیشترین لیکویدیتی تاریخش رو، ریزش نه ببخشید، بیشترین لیکویدیتی یعنی بیشترین میزانی که پولی که دود شد رفت تو هوا تو این بازار دیشب بود. S&P 500 شرکت برتر آمریکا شاخصش با سر اومد پایین، نفت اومد پایین. خب اینا رو تک به تک نگه دارید تا بریم تحلیل کنیم ببینیم چی میشه. اول که ریزش کریپتو و بازار سهام. بریم روی چارت S&P X، همون S&P 500. ببینید اینجا همینقدر شارپ ریخت فقط توی 15-16 ساعت گذشته. این روندی که شل می اومد بالا یه دفعه برگشت. این از این. بریم روی بیت کوین. بیت کوین هم که دیگه خیلی دارایی حساسیه، یه خبر این شکلی بیاد دیگه با سر میریزه، یکم دو کم هم نه، میاد توی چند ساعت، توی 15-16 ساعت میاد تا 15-16% هم ریخت فقط توی چند ساعت. خب این چی رو به ما نشون میده؟ اینو به ما نشون میده که آقا الان نکته اولی که میدونیم اینه که دارایی ها داره از بخشای ریسکی بیرون میاد. دارایی ها داره از بخشای ریسکی بیرون میاد، یعنی از سهام، از کریپتو که دارایی های ریسکی هن، داره بیرون میاد. خب معمولا تو ویدیوهای قبلی هم گفتم، تو چنل تلگرام هم گفتم آقا دیگه مثلا از دارایی ریسکی میاد بالا، میاد بیرون، مثلا میره سمت دارایی غیر ریسکی. مثلا الان ما انتظار داشته باشیم طلا مثلا خیلی رفته باشه بالا، اما اونقدر این داستان ساده نیست. طلا خیلی نرفته بالا. طلا این قسمتی که دارم اشاره میکنم به خاطر توافق صلح غزه، فلسطین و اسرائیل یه کوچولو اومد پایین، دوباره بعد از این 15-16 ساعت یه کوچولو رفت بالا. یه ذره اوضاع داره پیچیده میشه. میگم اقتصاد و مسائل مربوط بهش حفظی نیست، باید تک به تک بشینی تحلیل کنی، اثرش رو بازار تفکیک کنی. آقا ما چه نتیجه میتونیم از این شرایط بگیریم؟ اینکه دارایی‌های ریسکی همه ریختن یه دفعه، اما طلا که یه دارایی امنه خیلی هم نرفته بالا. میتونیم به این نتیجه برسیم که آقا فعلا بازار بر سر این که دارایی شرایط ریسک پذیر نیست و باید پولها سیو بشه و از دارایی ریسکی بیاد بیرون، فعلا به توافق رسیدن. اما بر سر این که پولو ببرن سمت طلا و به این معنی که تنش‌ها قراره بیشتر بشه، به توافق نرسیدن. چرا؟ چون از یه ور میاد یه صلحی پیش میاد تو خاورمیانه بین فلسطین و اسرائیل، از اون ور درگیری تجاری شکل میگیره بین چی؟ بین آمریکا و
چین. اصلا معلوم نیست انگار قراره چی بشه، دنیا قراره به کدوم سمت بره. پس خیلی معامله‌گرا با هم توافق ندارن سر این موضوع. این میشه که میاد آقا این قیمت میاد یه ذره پایین به خاطر صلح، دوباره همون یه ذره میره بالا به خاطر درگیری تجاری. تاثیرش روی نفت چی بود نمیدونم، دارم یو اس اویل، آها یو اس اویل همینجاست. نفتم که یه دفعه میریزه توی چند ساعت، توی میشه گفت 2 3 روز. حالا این 2 3 روز که برای روزای قبله، باید یه ذره دقیق‌تر بگیرم خطکشو. آقا این کلا تو 3 تا کندل دیگه، 3 تا 4 ساعته در 12 ساعت 5 6% میریزه. یه سوالی که اینجا پیش میاد، اینجا نوشتم، این خط نوشتم، نفت چرا کاهش پیدا کرد؟ مگه مواقع درگیری قیمت نفت رشد نمیکنه؟ حالا اینجا هم یه خطای املایی دارم نادیده بگیرید. چرا مگه نفت رشد نمیکنه مواقع درگیری؟ میگم کلا مسائل مربوط به اقتصاد حفظی نیست، نباید حفظ کنیم بگیم خب باید این شکل این موضوع شکل بگیره، نباید تک به تک تحلیلشون کنیم، تاثیرشون رو بر عرضه و تقاضا پیدا کنیم. معمولا مواقع درگیری که نفت رشد میکنه درگیری ژئوپلیتیکه، مثلا درگیری که مربوط به یه تنگه باشه، مربوط به یه کشور نفتخیز باشه که عرضه رو کمتر کنه، یا درگیری چه میدونم بین همین اه، اعضای اوپک و این داستانا شکل بگیره، یا حالا این نفت مثلا خاورمیانه، حالا نفت آمریکا رو نه هیچ، مثلا یه درگیری بین اینا شکل بگیره، عرضه رو چی کنه، تحت تاثیر قرار بده تا این قیمتش بره بالا. اما این درگیری جنسش فرق میکنه، این درگیری از جنس تجاری، از جنس ژئوپلیتیکی نیست. یعنی چی؟ یعنی عرضه خیلی دست نخورده، فقط خریدارای نفت که بازیگرای بخشای مختلف صنعت دیگه، چون آینده درستی، آینده خوبی متصور نیستن برای اقتصاد، تقاضاشون رو کاهش دادن برای خرید نفت. حالا مگه چقدر نفت توی صنایع تأثیر داره که با بد شدن دیدگاه بازیگرا به نسبت صنعت و صنایع مختلف حتی خدمات میاد قیمتش کاهش پیدا میکنه؟ مگه چقدر تأثیر داره نفت روی این موضوعات؟ حدود 24% از کل اقتصاد مربوط به نفته. یعنی اگر، یعنی رابطه خیلی محکمی داره با اینکه اقتصاد قراره چطوری جلو بره. پس اقتصاد اوضاعش بد بشه، نفتم تقاضاش کم میشه. همین عدد 24%، یعنی 24% کل کیک اقتصاد مربوط به نفته، اثرپذیری قیمت نفت رو از شرایط اقتصاد جهانی خیلی بالا میبره. این شد که تقاضا یه دفعه برای نفت کم شد و 5 6% روی این دارایی تاثیر گذاشت. 5 6% خیلی زیاده رو نفت. یعنی شما اصلا مثلا 5 6% نفت رو با 5 6% مثلا بیت کوین مقایسه نکنید. حجم این بازار، میزان پولی که تو این بازاره خیلی زیاده، خیلی پول بیشتری باید خارج بشه که 5 6% بریزه. این پس از این داستان نفت کاهش پیدا کرد، نفت کاهش پیدا کرد، کریپتو ریخت، طلا هم که گفتم چرا رنج زد، به خاطر اینکه هنوز ندیدن شرایط چطوریه. اما باید تو این شرایط چیکار کرد؟ حالا برای کسایی که هم فارکس کار میکنن هم معامله میکنن، یا نه حتی برای کسایی که به صورت دستی حالا میرن طلا میخرن، دلار میخرن، من اگه خودم بودم تو این شرایط چیکار میکردم؟ من اگه خودم بودم حقیقت تو این شرایط میشستم یکم از دور بازار رو نگاه میکردم. چرا؟ چون معلوم نیست، چون واقعا معلوم نیست. من از 2 ماه پیش دارم توی چنلم میگم که آقا طلای دارایی سعودی خواهد بود، مثلا از اوایل سپتامبر که مثلا گفته باشم، روی 3600 روی 3500 من خیلی مانور میدادم رو قیمت طلا. مثلا اگر از اون موقع میخریدین و تا همین الان داشتید، میگفتم دست نزنید، حالا یه ذره میاد پایین، یه ذره سود کمتر میشه، یه ذره ضرر بیشتر میشه از این داستانا، خیلی دست نزنید. حالا ضرر که نمیکردید، سود میکردید، سودتون کمتر میشد، فقط میگفتم دست نزنید، وایسید ببینید. اما برای کسی که الان میخواد بخره،
میگم خیلی سعی کن اگه مجبور نیستی وارد نشی، چون معلوم نیست داستان چیه، معلوم نیست که تنشه قراره کمتر بشه یا تنشه قراره بیشتر بشه. میگم یه نفر یه صلحی شکل میگیره، از اون ور بازی جنگ تجاری شروع میشه. حالا باز این اونس جهانیه به تومن، خب باز یه داستان جدایی داره، معلوم نیست تقاضا تو ایران قراره چه شکلی بشه. باز اگر جنگ بشه قیمت میره بالا، درگیری تو خلیج فارس دریایی بیشتر بشه، قیمت ها میره بالا. برای بچههایی که فارکس هم کار میکنن، مثلا الان فکر میکنن دیگه نفت که دیگه مثلا دیگه روندش نزولیه دیگه، روش پوزیشن شورت بگیریم، روی پایین اومدن قیمتش ببندیم. اما نه، نفتم خیلی داستانش معلوم نیست. همین الان مثلا ایران تهدید آمریکا تهدید کرده که نفتکشای ایرانی رو میگیریم، ایران هم گفته اونا اگه نفتکشای ما رو بگیرن ما هم نفتکشاشون رو میگیریم. پس خیلی نمیشه مطمئن گفت. اگرم اینا بیان نفتکشای همو بخوام بگیرن و از این داستانا شکل بگیره، میشه همون داستان درگیری ژئوپلیتیک، عرضه تحت تاثیر قرار میگیره، قیمت نفت میکشه بالا. خب این شد طلا و نفت. این شد طلا و نفت. دیگه چی بود؟ دلار. دلار هم باز ما که تو ایرانی میخوایم به تومن بخریم، همینه داستانش، یعنی معلوم نیست تنشا بیشتر بشه قیمت میره بالا، تنشا کمتر بشه قیمت میاد پایین. دلیل اصلی نوسانات این مدت دلار همینه دیگه، تنشا. کلا بالا رفتن ارزش دلار، پایین اومدن ارزش ریال به کسری بودجه هم ربط داره، اما توی دید بلند مدت تر، توی این نوساناتی که این مدت داشتیم و دلار رفته بالا، بیشتر اون همون تنش‌ها تاثیر گذاره. پس روی دلار هم خیلی الان نمیشه باز نظری داد، چون هیچ اتفاق نظری وجود نداره. معلوم نیست، از یه ور میاد صلحی شکل میگیره توی بین فلسطین و اسرائیل، از یه ور تهدیدا همدیگر میان تهدید میکنن. پس به نظر من تا موقعی که یک اتفاق نظری در یک سوی مارکت، حالا چه خریدارا چه فروشنده شکل بگیره، باید صبر کرد. خیلی نباید فعلا معامله کرد. تو این شرایط مهمتر از این که تصمیم بگیریم چی رو معامله کنیم، مهمتر از اون مدیریت سرمایه است. خودم من سعی میکنم یه ویدیو جدا بسازم درباره اینکه چطوری باید سرمایه رو مدیریت کرد، خودم چیکار میکنم. البته من خودم که میگم خیلی پول ندارم که مثلا بخوام بگم پول دارم و این شکلی پولمو مدیریت میکنم، اما خودم هم این روش از یه نفر دیگه بود گرفتم، سعی میکنم توی یه ویدیو دیگه جدا توضیحش بدم. این موضوع مهمتریه تا اینکه بیایم بگیم چی معامله کنیم. سمت ارز دیجیتال و اینا هم که فعلا نرید. فعلا نرید مگر اینکه بخواید برای بلند مدت فکر کنید. همین الان مثلا قیمت اومده پایین، بخرید برای 4 5 سال دیگه. در همین صورت اونم میگم باید سرمایه‌تون رو مدیریت کنید. با کل سرمایه یا حجم زیادی نرید. نرید یه چیزی، یک ارز یا بخرید، یه ارز دیجیتالی رو بخرید. برای فورکس کارم که توی کار سهام و اینا هستن، اونا هم فعلا نرن سراغ سهام، چون یه دارایی ریسکی. کلا دارایی ریسکی یه ذره محتاط‌تر باشین توی این مدت. همین دیگه، چیز دیگه واقعا نمونده. تا ویدیوی بعدی که درباره مدیریت سرمایه صحبت کنیم دیگه حرف دیگه باقی نمونده. خیلی ممنون ویدیو رو تا آخر دیدید. اگر از ویدیو خوشتون اومد لایک کنید. اگر سوالی پیش اومده براتون که جواب ندادم تو ویدیو، حتما کامنت کنید، جواب میدم. و چنل رو هم سابسکرایب کنید. خیلی ممنون. ارادت. فعلا.